شب و شب روز روز نگفته کار میکند عذاب میکشه. چیکار کردی شما؟ این تا بازو شیشته شما دیگه برنامه گپ گپه که ایخا چق چق داری ننگ بینه با ناموس بینه اون من شما ناموس داری یا نداری؟ بله رئیس جان ما ننگ داریم ناموس داریم. مуаллифи сценария ва коргардон раҷабалӣ ибронӣ, наворбардор шаҳзод ҷабборов. چیکار میخواد جونی من؟ دوراتون آوردم. اوه کم ترکم باشه خمیده دست پا. دراز میکشه خاله جون؟ نمی یا دست پاچوتون همون دوروی نو آوردی. آوردگیم خاله جون تیم. بیار آیم کمتر. بیا ماهی بچم نیامد. نه در ترک میه خاله جون. شما رخرین کاراش خوبه یا خی؟ سوزه باقی مانده دوراتون گفتم میاره خاله جون. سلامت باشد. رحمت کلی جان. سلامت باشید. خاله جون چیکنه این دراز کشه ما دست پاچتون هستم. هیچی نمیکنه خاله جون. با کم ترکم باشه سبوک میکنه. سبوک میشین. روز ای روز. بیا خاله جون. به جای بهتر شوند بدتر شدست. بیچاره بچه شب و شب روز روز نگفته کار میکند عذاب میکشه. یافت و تافتش به من دارو میخوره. خدا برکه یوبه. از اصل و روزی خوب ندید بچه‌کم. تو هم برکه یوبی که اینجا. انشالله ساز میشه خاله جان. زیغ نشه خاله جان انشالله. با ساز میشه نصیب باشه بگه بچه کن بیا با تماشا میبرم. یک بود هوای تازه براییم با کمتر بهتر میشه انشالله. اصلا خوری و زوری رو نبینید. با چی عذاب و مشقت بچه کم رو کلام کردم که در زندگیش روزی خوب ببینه. شب روز مادر میگوید ای جانی چه خدا برکه یوبی برکه یوبی. ای فرزنده کاش سیر شود. شهزاد لابا رئیس. اینجا بیا کن. لابا رئیس. کارا چقدر؟ شکر خدا خوبه. همه جا بجا مثلا جو بجا گذاری ناز ببینیم. بعد همه مهم معاشرت با مهم که مشتری ها از همه چیزی مهم معامله نیک. من پیشگوی زمستانه است که پیشگوی زمستانه اون من در مجموع مثلا نرخ نوره خوش رو ببینید. مغازه ما مغازه صندوقچه از تمام میبینیم که مغازه دیگه فرقی کلان داره. ما که پس دادن نیستیم که نرخ‌های ما نرخ‌های دسترس ارزانه. انا که گوش که جولا جون. بعد از همه گفتیم معامله نیک و باز ما یک اقدام دیگه داریم که هر مثلا اخیر ما نفری که از 500 بالا خرید میکنه اخیر ما یک توفه داریم.
ما وقتی که او را چک میتیم یک چک در دست ما میسته همون چک داخلی گویم که همون بازی میافته انا همون چک او را صاحب توفه میکنه توفه خورد تا توفه ارزشمند حالا همین صورت مردم درست بفهمند و این اقدام دائمی عمل کننده این هر ماه میشه این هر ماه اخیر ماه مثلا خریدار صاحب توفه میشه برای یک ماه نیست دیگه این هم خیلی گپ کار بوری نمامد بگاه اومدم بچه‌ها رو وارد جوجو کردی بخیر های باشه جانی من اکی همین دایی میگم که بیا یکونجا بریم بشینیم یکونجا شیرینی خری بریم یکون ششلیک خری بریم چی با چه بکلا نمیگیریم این یکونجا تون کم شید و چه ها رحمت بچم تشویش کشیدی لازم نبود آخه تو با عذاب و مشقت کار میکنی دلم میسوزم باشه جانی من همین مهنت ما همین کوشش ما حرکت ما همش اوچه جانی من همش به خاطر شما اوچه جان من دویم شما رو میگم که یو کم بریم بیرون برامتون بگردین باید هوای تازه ده باید عصباتون سوز میشه انشالله که بیماری بخیره اوچه جان من امیدوارم که انشالله که امروز های نزدیک دخترتون خاطر هم گپ زدم جو میشه ها اوچه جان فقط جون میشه اوچه جانی من ذکر نکنی نه نه بچم همش با مهنت های تو خداوند در کسب کارت برکت یا مشکلات آسان کنه یا همه وقت انا همین خیلی یک جایه با خوش و خرسندی با سیر و گشت عمرمان گذرد من ندارم بچم زنده باشین اوچه جانی ندارم زنده باشین اوچه باز ما پیش خدمت ها فیروز کنم معلش پیش خدمت بله اکا جان سلام علیکم خوش اومدین وقت تو خونه کبیر سلام علیک سلام علیک چی بیارم اکا جان یک مخ خوردگی مکم و فقط به همین اوچه شیرین رو بسیارتر نغز میبینم شیرینی رو چه خیلی داریم تو میدوی هسته شکلات نیست اکا جان چه خیلی شب بیارم خیلی که اوچه من هست کلر نیست نغز چیزی میبینم خودت من خودت نغز بچه. میدم اگر دو تاش کلر نمیارین اکا نه تریگه میداریم چه سه چه کب اکا جان چوی سیاه هم شه ها. چوی سیاه هم بیار میشه اکا خوب اکا اه بچه جان وقتهایی که پدرت زنده بود هر روز استراحت مجبور میکرد که به یگان جا رفته یگان خوراکی با مزه خوریم آخر میگفتم امروز استراحت همین خوراک من در خانه میپزم میگفت نه تو باید امروز استراحت کنی و ما روز استراحت به یگان جا رفته میشیشتیم و خوراکای با مزه میخوردیم بسیار انسان خوب بود پدرت خدا رحمتش کند آمین بسیار انسان خوب بود سلام علیکم اکا جان فرمایش شما سلامت باشه اکا جان زنده باشین اکا رحمت بچم زنده باشین خدا برکتیه دستو درد نبینه اکا از او رحمتی کلان اکا سلام اکا جان و یکون چی گپ میزنیم اکا خب همشونی مادر دیم بسم الله مونده شید یا نه؟ بله اکا میگم با همی مادر چی خشید وضعی سلامتش خیلی خدا باشکر بد نیست مادر روسی گفت همه یک دختر بسیار توصیه دادن گفتم که
دختری خوب پیش اون بردیم من تشخیص کردن دیگه بر اومدن یک چند نمود دارو و گیاها نویسن انشالله گفتن سری وقت استفاده برین سری وقت همین دارو را بذارونین انشالله بین دست مادر باید که شفا بیاد خیر انشالله تو خودم خیلی مقصد دیگه که نیت های اگه خیر باینم خودمون از سر میبرم شد کار دهیم خداوند داشت کردن اویلم بسیار انسانی خوبه خدمت کردی سر انشالله بخیر باشه خوبه چیکار کردی شما؟ این تا بازو شیشته شما دیگه برنامه گپ که خیلی چق داری باز همش هم بکنیم رئیس جان کم ترک روسی گپ هم بروی واردگی وزبین تره مون داشتی اولی همی طرف هدایی طرف نگذرونده ما همین را گفتم که تا عبیدت تا نیست روزی بود کنیم من نفهمیدم شما را نیه دستا پیشی بعد اگر رئیس جان اگر کار دانه میگیرین همین شما محتاجیم خیلی گرفتیم نگه خیلی باید شما هم یه حرکت کنین اخی وای جا با پگه بار میایه با او را جا کدن در کار همین تو همین سیاست نگین تو همین یک خوب گنده نگین با فکر مردم نمیفهمید این حالا هم با تیت پریشون همین اقلا راست نمیمونه حالا هم بغلطه هم جا بشکنه با پگه سوم شد اگر همون پولی خودت مینوس کنه معاش شد بعد گریه هم نولا را میگیری که خیلی و خیلی کارگر نباشه میگن کارگر نیستیم باید آدمی سوق بیاریم ببینی بعد اوکی همین چیزای نولازم وقتی که همون محصولات فروخته شد اوکی نمیشه برای یک طرف بته باید کم بغل علاو کنه چی گپ ایره بینی همه تیک تاک رئیس به این صوفه به حساب پیام آخدا تو چند قج رایجا کوکیسته من نمی پیش اخیر اومده بودم چند ماه نمیاد ای گوش کن ما امروز باید بر وقت‌تر بودم بیام تست بکنیم بود کنیم نیم ساعت یا ساعت پیش که جوابم نمیتونم بپرسمش امروز بیام با گپش بزنم یا که کوی خیلی به این صوفه کو هیچ جواب نه امیت طرف بیا یا بار میپرسمش اولی نه آبر اومده جنگ پنگ نکنه با خیلی بیا یا بار پرسمش بود میکنیم هم یه ساعت مثلا تا ساعتای 4 بود میکنیم هم های کوشش میکنیم اکا یا بار برام بپرسم یا بابا بپرس اکا بکن ما را خیلی شو ببینیم بچه ها که اگه اون کامودی نشد با ما اومدم ببینیم بعد همون درک بعد سوز مخم کنیم لبه یا چی را پرسم اجازت نه چی به؟ روسی گپ اکید میگم همی وظیفه داده که تونه بر وقت‌تر مقصد جو کنیم پورا جو بجا کنیم تا ساعتهای 3:30 همین روز ما را 1 ساعت 1.5 ساعت پیشترک جواب میدادیم مقصد مادر نه دختر برده بودیم همون داروهاش را خرید کردن در کو دیگه وقت نشید امروز اگر امکانیت باشه حرکت میکنیم بر وقت‌تر بود میکنیم رئیس جان التماس مش کجوره همین ساعتی کاری خود ای چند تو چنده؟ ساعتی کاری ما از ساعت 8 سحر رئیس جان تا ساعت یعنی 5:30 6 بگه ها تا ساعت 5:30 نه تا ساعت 6 ولی این کارتونه بود نکرده ولی با جهده کارگاه در بالا کار موندگی های ولی یک تمام کرده اون بالا ده او را هم میکنی فهمیده؟ آخه شما رئیس جان گفتن که فقط کار شما در همین انبارای ای جورا وظیفه شما انبارای نمیدونه بارفروری چی های با نوجه کن کارگاه هسته واشن میکنی چی خیلی فهمیدی؟ کارگری؟ نه کارگری؟ بله رئیس انا همون کارت هم میکنی من شب روز فکری را میکنیم که فقط ترا معاش بتون او دیگه شما معاش بتون برای میگه پا یک عدد که بگید چی که تست کنه خیلی کوشین بعد بیمجا من نشون میتونم چیکار میکنی قبل رئیس گپ زیاد نشه پیوی قدام بگیریم چکنه بیا راست میگه همین هفته باور که یافت یا گلا بور اومده خدایی برو بیا مرا خدا دل نیکه سوسو که رئیس بگه انصاف نداره اکر رجبالی لا باکی هنوشیر بون میگم هر رئیس هر شما را فریاد دارد میگه تست را به پیش مرا بیایم محل اوزی مال تستش میگیره اکا جون بوده چه اون کامیرا
با فکر و خیلی تمام شد اما شد ناشتی مرحمت. سلام علیکم رئیس جان. و علیکم. جرزه را بودیم. بله. کار اینجا تمام شد؟ اما رو جوباجو کردین؟ کار اینجا را قریب کردیم رئیس. مقصد کم ترک دیگهش موندگی رئیس جان. انا که گوش کنین جورا جانو حاضر میخیزه میره ساختمان ما میدونی هست ساختمان برد میکن نشان میدون با بروی که خالی کردین کو انا همون ساختمان در رفتیم همجا بار اومدگی انا بارا میفروریم جا با جا میکنیم بعد همون داخل بینا را چی پرتابی هستن همه شا توضیح میکنیم این امروز تا ساعت 6 شما وقت توضیح و آزاده میکنیم بعد جواب رئیس کارای جمع موندگی انبار دا مقصد بود نکرده ایمالی همه کیم؟ شما راهبرین رئیس بابا کار فرمو شما چی؟ کارگر؟ ما کارگر ها؟ کارگر. همه آقای شما را کی میته؟ معاشتون کی میته؟ شما رئیس ما میتیم؟ انا که معاش که مرا کی بتیم ما کی کار فرما باشم ما شما دا فرمان داده استم که برین انا همون کارا با انجام برسونید همین خلاص اگر بگین که نه این کاری ما نیسته ما نمیتونیم این کاری ایلاوگیه اگر این خیلی باشه اونا درک شده مرحمت برماده برین این همی حال 1000 نفر نمجا قطار هایی که بیام همجا کار کنیم ایجاد ما هر کسی با کار نمیگنیم فهمیدین؟ فراتون هم نفراتون برادر رو هنوزتون بخدا قبول رئیس جان میریم همش جا میکنیم با این ساعت نیم اگر وقت شده یا برات مقصد جشن جا میکنیم رئیس جان خب مدورول کارا یک لحظه بستیم ما یک چیز من حیران کرد ما اصلا نفهمیدیم که همین شما را ما ایمیور زیاد کار میفهمم بعضی کارهای ایلاوگی را میفهمم من شما را اینقدر گپی پس بلند میگم بعضا تحقیر میکنم همین شما خیلی یکم ننگ ناموس یکم خیلی شما را سخت میرسه همین شما یکم خیلی داره وجدان داره که یک میده همین گپای ما و کارهای زیادی ما شما در یک سخت برسه و یک بننگ بینه بناموس بینه اون من شما ناموس داره یا نداره؟ بله رئیس جان ما ننگ داریم ناموس داریم ما را سخنهای پس بلند تاثیر میکنه ما را سخنهای پس بلند در دلمون نش میزنه یکی همین صبر کردنهای ما طاقت کردنهای ما این معنی را نداره رئیس جان که ما بیناموسیم همه همین به خاطر عائله‌مون به خاطر مادرمون به خاطر زن و فرزندمون که یک لقمه نان نمونیم این معاش میگرفتگی ما نمونیم ما را رحمتی پدرمون میگفت که بچه که جایی که کار میکنین پیش همه با صبر باشین با طاقت باشین همین صبر کردن ما به خاطر ناموس به خاطر عائله‌مون برای همین قبول رئیس جان ما میریم پای کار میشیم چی گفتین؟ برادر عزیز یک امتحان بود در جانب ما که شما سنجیده شدید و این مهلتی که شما کار کردین طول 4 ماه مهلتی سنجشی بود ما به شما باور دارم ما به شما اعتماد دارم چند معاش میگرفتیم هر ماه؟ رئیس جان ما 3,500 میگیرم خیلی برادر بر وقتر اومدگی این 4,000 میگیرم انا که معاش خیلی جورا جان 3,500 میبود 4,500 ای برادر باشه 5,000 چقدر؟ قبول رئیس انا کارگر نمیخواه میشه آفرین زنده باشی از پای کشی
филми мазкур давом дорад. Барои давомашро дидан дар канал подписатсия кунед, дар навор як дона лайк гузоред ва дар комментария давом нависед.